تخریب دیوارهای قماندانی امنی شهر کابل و ادامه ساخت سرک پل آرتل الی دهمزنگ کابل. به نام خداوند یکتا و بی همتا. السلام علیکم، وقتتان بخیر هموطنان خوب و مهربان ما. آرزوی سلامتی و خوشبختی و خوشحالی برای تمام شما خوبان دارم. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستین صحتمند و سرحال باشین و روزگارم مطابق میل شما خوبان بگذره. آنده هموطنان عزیز ما که مسافر هستن، به دور از دیار خودشان هستن، دلتنگ این خاک زیبا میشن، دلتنگ این وطن زیبا میشن، هم سلامای خاص صمیمانه تقدیمتان انشاءالله که شما هم خوب باشین. قرار است هموطنان عزیز ما که گزارش ویژه و خاص تقدیمتان شود از چینل زیبای میهن من و مثل ای که نام چینل میهن من است، ما هم قرار است که برای شما از میهن زیبای ما، از گوشه و کنار که ساخت و ساز است، آبادی است، پیشرفته است، برای شما خوبان گزارشات ویژه داشته باشیم. اما حمایت های تک تک شما را میخواییم که ما را تنها نمونین، حمایت کنین، لایک و سابسکرایب داشته باشین و کامنت ها و صحبت های قشنگ شما همچنان باعث پیشرفت ما میشه عزیزان. و ما هم با انرژی کامل با گزارشات ویژه میاییم به سمت شما بخیر که براتون گزارشات خوب داشته باشیم. اما شما عزیزان همچنان همراه همیشگی ما باشین. قرار است امروز هم گزارش که به شما تهیه بکنیم و تقدیم بکنیم از قسمتی است که دیوارهای قماندانی امنی شهر کابل همچنان در نقشه که از قسمت جویشیر تا دهمزنگ بود در این نقشه قرار بگیره، تخریب شود و بگونه‌ای که قرار است انشالله معلومات از انجینر صاحبا بپرسیم که صحبت ها از چه قرار است، معلومات کلی و جزئیات بیشتر ازشان میگیریم انشالله برای شما خوبان که ببینیم صحبت ها از چه قرار است، چقدر دیوار تخریب شده و ماشاءالله کار از این سرک چقدر پیش رفته. پس با ما باشین که جزئیات دقیق تر بپرسیم تا پایان گزارش ما را همراهی بکنیم. السلام علیکم برادر، وقتتون بخیر. علیکم سلام، بخیر آمدید. زنده و سلامت باشین. میشه خودتون معرفی کنین به وطندارای ما؟ رحمت الله حسن هستم، مسئول این پروژه سرچ پرویزر هستم. ماشاءالله. میشه در مورد از این پروژه بر ما معلومات بدین؟ قرار است بخیر از کجا تا کجا تخریب شود و دوباره بازسازی شود؟ این پروژه از پل آرتل شروع شده تا چرایی ترافیک تا چرایی دهمزنگ اونجا با طول 1 کیلومتر است. و دیوار قماندانی امنیت چطور اینجا هم تخریب شده؟ شما در این پروژه هم سهم دارین؟ مربوط شما میشه؟ بله یا بله. اینمی پیش در اینجا قماندانی بود، وقتی که نقشه سرشون آمده اینمی قماندانی تخریب شد، بازو طرف رفت و دیواری نو برش ساخته. چقدر جایش رفته در این نقشه؟ تو 30 متر سرک و 15 متر پیاده رو. یعنی فعلا دیگه مکمل تخریب نشده، فقط همون یک دیوار رفته. اونم یک دیوار رفته، یک دو تعمیر ما بینش بدونم رفت. تعمیرام رفته یعنی؟ بله تعمیرا رفته ما بین چی قماندانی. قرار است سرک به چه عرض باشد؟ طولش چقدر است در مورد از یام بگذارم؟ طولی 1 کیلومتر است اینمی سرک که اینو اون طرف شد دو سرک یک پیاده رو با اینجا، از این طرف باز یک سرک یک پیاده رو است تا پل آرتل. بسیار عالی. به نظر شما چقدر خوب است آبادی وطن، پیشرفت وطن تا جایی که خود شما ماشاءالله میبینین کل جای جور میشه دیگه، آباد میشه وطن؟ این خود طبعا به هر کس که خوبتر معلوم است که وطن آباد میشه، جور میشه، هر کس خوش میشه، به خاطر که وطن خودی ما است. از دیگران با دیگران خود جور نمیکنیم، با خود ما جور میکنیم، با مردم خود جور میکنیم.
و خوشی است که با وطن خود خدمت میکنیم. همین کدام جوانا انرژی جوانی که مثلا میگه با وطن خود داینده پشیمان هیچ کس نمیباشه که با وطن خود خدمت کنه. بشک شما زنده و سلامت باشین. پیام و گفتنیتان بر مردم عزیز ما چی است؟ پیام با مردم این است که هر کسی بیاید با وطن خود کار کنه. همین کدام انرژی جوانی که داره با وطن خود بیا کار سرمایه هر چیزی که داره با سر وطن خود سر پروژه وطن خود مصرف کنه، نه با وطنهای دیگران. زنده و سلامت باشین. تشکر از نظرتان. بخیر آمدین. تشکر. هموطنان عزیز مهربانم، انجینر صاحب در کنار ما هستن خوشبختانه و معلومات دقیق و جزئیات دقیق را از خود ایشان میشنویم. السلام علیکم، وقتتون بخیر. علیکم سلام همشیره، خوش آمدید. زنده و سلامت باشید. میشه که با شما معرفت حاصل کنیم انجینر صاحب؟ نام ما انجینر احمد الله است، مسئول صاحبی انجینر صاحبی از پروژه پلیارتال ایلادی مزنگ شرکت گردیزی. ماشاءالله. انجینر صاحب شما در نخست میشه نظرتان بگیریم چقدر خوش هستین با آبادی وطن؟ ما هر وقت خوش هستیم با آبادی وطن. کاری ما میست کوشش میکنیم که در هر جای باشه، در هر نقطه افغانستان باشه که وطن بسازیم، جور کنیم. ماشاءالله. انجینر صاحب پس یک معلومات کلی در مورد این پروژه بر ما بگوین، از کدام قسمت وصل است و دیوار قماندانی امنیه همچنان رفتن این پروژه این نقشه؟ این پروژه خو از پلیارتال شروع است تا چوک دیمزنگ با طول 1 کیلومتر و 40 متر است و داخل کماندانی که بود اونجا جا تخریب شد و تاکایش بود، دیوالایش بود. باز داخل یک دیوال نو جور کردیم. ریاستی ترافیک از بین رفت. خانه مردم از بین رفت به خاطر آبادی سرک. در مورد طول و عرض سرک بر ما بگوین؟ طول 1 کیلومتر و 40 متر است، عرضش تا 60 متر، 27 متر، 16 متر جای مختلف است. در این قسمت از پل آرتل شروع چقدر خانه تخریب شده انجینر صاحب؟ در اینجا که محاسبه شده تقریبا 15,500 متر مربع خانه مردم تخریب شده. از قماندانی امنیت دیوارش رفته یا خانه و اتاقا و چیزای دیگه؟ نه، یک لین اتاقایش از بینش رفته. مکمل یک لین اتاقایش بود، زیاد او از بین رفت. 2000 متر مربع اونجا رفته. 2000 متر مربع دیوار قماندانی امنیه همچنان تخریب شده و بخیر چقدر چند فیصد کار پیش رفته؟ کارش تقریبا انشالله 60% کار پیش رفته. امیال طبقات اخیری سرک است. بیسکورس بعد از این انشالله اسفالت شروع میشه. بعد از این اسفالت شروع میشه. بخیر این پروژه چقدر وقته بود انجینر صاحب؟ چند مدت به شما تعیین کرده بودن؟ این وقتش 1 سال از پروژه ما کوشش داریم که پیش از وقت تکمیل کنیم. انشالله تکمیل میشه پیش از وقت. انشالله. قدر کار زیادش دیگه باقی نمونده میگه؟ نه انشالله کاری مشکلش که بود و هارد کتینگ بود، کو بود، اون با انشالله تا 10 روز 15 روز خلاص میشه. چند نفر در این پروژه مصروف هستن انجینر؟ در این پروژه تقریبا 20-25 نفر کارگری عادی کار میکنه، یک 6 نفر انجینرها کار میکنه، با تعداد 15 الی 20 ماشینری کار میکنه. ماشاءالله. ماشینری هم که ماشینری های مدرن روز است. مدرن روز است، چیزی که ضرورت سرک است ساخت همون اینجا آوردیم. پیام گفتنی شما برای هموطنان ما چی است که از این پروژه های عامل منفعه حمایت کنند؟ پیام ما از خاص ما از مردمی است که در حفظ و مراقبت و سرک، نه تنها سرک، اما پروژه عامل منفعه باید محافظت کنند. یک قدمیه و اشغال که میاره آنها در روی سرک میندازه، این از پیش جدی خواهش میکنیم که بیاره در زباله‌دانی بندازه. این نظافت جز ایمان است، خودشان باید این را در نظر بگیرن. باید این را در نظر بگیرن. زنده و سلامت باشین. سلامت، تشکر، خوش آمدید. بخیر. وطندارای عزیز مهربان ما با ما باشین. جزئیات کامل و دقیق را از انجینر صاحب در مورد ساخت سرک که از قسمت پل آرتل آغاز میشه الا دهمزنگ شهر کابل به اتمام میرسه جزئیات دقیقش شنیدیم و در اینجا همچنان دیوار قماندانی امنیت تخریب شده که در قسمت 2000 متر مربع محاسبه کردن که رفته و انشالله دوباره بازسازی میشه، جور میشه و با ما باشین تا پایان گذاشت امروز که ببینیم صحبت ها از چه قرار است. ما را همراهی کنید.
عزیز مهربان، ماشاءالله تصاویر متفاوت را دیدین از جریان کار این پروژه زیبای سرک زیبا که ساخته میشه. به خصوص قسمت های کوه هنوز کندن کاریش باقی مانده و اسکواتورها مصروف هستن. انشالله که نظر به معلوماتی که انجینر صادر کردن رو به اتمام است، جای باقی نمونده و برادر ما همچنان مصروف هستن در این پروژه. چقدر خوشحال هستیم که زمین کاری را میبینیم. مسائل است برای وطن داریم. السلام علیکم برادر، وقت بخیر. خوب هستین؟ الحمدلله، شکر تمام خوب هستین؟ شکر هزار بار خوب هستین. اسم مبارکتان بگوین برای ما. احمدالله. احمدالله برادرم باشنده کدام محل هستین؟ کدام منطقه کابل؟ از ولایت خوست. از ولایت خوست اینجا آمدین؟ از قدر راه دور. خوست چند ساعت راست؟ والله همون 5 ساعت لار است. 5 ساعت راست؟ خانه دیگه همیشه همونجاست برای کار میایین اینجا؟ والا چی کنیم؟ شکر هزار بار که یک کار دارین. شکر. چقدر خوش هستی که کاروبار داری وظیفه والا داری؟ زیاد خوش هستیم. در این پروژه بودین خودتانم؟ نه خود دیگه پروژه هم زیاد کار کردیم. این پروژه خودم 6 ماه شده آمدیم. در این 6 ماه اینجا کار میکنی. چطور میبینی پیشرفت وطنه؟ والا الحمدلله شکر. خوش میشه آدم نه؟ خوش میشه که وطن آباد میشه. خوش میشه. 100%. نه روزانه چند ساعت کار میکنی برادرم؟ 9 ساعت. 9 ساعت کار میکنی؟ انشالله که این سرک دیگه تا آخر زمستان خلاص خود شد یا نه؟ یارم شاید هم یک ماه بعد هم شاید خلاص شود. کاری که زیاد نمانده، کم مانده. اما سنگا مانده، دیگه چیز نمانده. چند نفر همراه شما مصروف است؟ دوستا، رفیقا؟ اینجا والا زیاد هست. بود شرکت خصوصی میشین؟ بسیار شکر هزار بود. برادرم نظرت در مورد ازی بگو که وطندارای ما حمایت کنن، شما کار میکنین، زحمت میکشین، اونا به می سرکات توجه کنن. والله من مردم می بچه از خوب نیستم. کمی مزاحمت میکنم. ما سرک جور کردم میگه تکه تکه کردم. سنگ موتر میاره، خاک موتر میاره، ما دیگه صفایی میکنیم. والا مشکل است. ما بچه خانه والا. بسیار مشکل است والا. خانه زیاد است. می بچه خود کشتکو زیاد داره نه. وقت است انشالله که سهولت ایجاد میشه با اینکه سرک‌ها ساخته میشه. بر علاوه سرک پروژه های دیگه هم هست که پیشرفت های چشمگیری دارن. زمانی که ما میبینیم. زنده و سلامت باشی برادر. زنده باش. تشکر یک جان از نظرتان. سلام علیکم پدر، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ و علیکم السلام. خوب هستی؟ جور هستی؟ سلامت باشید. بازی خدا. خیال دارین؟ والا کراری است بس. شکر هزار. روزگار بخیر میگذره؟ بخیر. خوش شکر هزار. صحتتان خوب است؟ خوب است بیخی متصات موتر است. همونجا چوکیدارا میکنیم اونجا کایم. اینجا همیشه هستین دمی پروژه؟ همیشه هستم اینجا. شما از چی نگهداری میکنین؟ از کل این وسایل اینا؟ والا دیگه متوجه کل محل هستین؟ والا بس ما خوش هستم که منطقه ما را جور شود. خاکی ماست، زمینی ماست. فهمیدی؟ بله. بسیار خوش هستم که منطقه ما را جور شده. شکر هزار بار. خانه در کجاست آجی صاحب؟ خانه ما نقاش جوشیر است. جوشیر است دیگه. در مورد از این ساحه بگوین چند سال در اینجا شما زندگی کردین؟ اینجا بسیار خیلی وقت شد که ما زندگی میگیم. میشه در مورد مشکلات از اینجا بگوین قبلا اینجا چه مشکلات داشت که تصمیم بری گرفته شد که سرک ساخته شود؟ والا در منطقه از آب بسیار مشکل است. آب نداره، مردم بسیار با تکلیف است. از مشکلات منطقه جای دور میاره. راست میگن، واقعا مشکل است. باز آب در زندگی یعنی که نباشه زندگی امکان نداره و باز این منطقه یکی از مناطق بوده که واقعا کمابی و بیابی بسیار زیاد بوده. بسیار تکلیف است. اینجا مردم میایا ما میتم چطور کنم اگه نمیتم انجینرها که بگویا دل ما میسوزه بازم میتم دکا جگر خونی است. بسیار مردم با تکلیف است.
غم از ما این خواهش ماست که آواز زود جور میشه. بخیر. خانه شما خود نقشه نرفته آجی سر؟ نرفته. شکر. شکر از گفتنی و پیامتان بر مردم چی است؟ جور باشن، صحتمند باشن؟ والا پیام ما ای است که جور باشه، صحتمند باشه، فهمیدی؟ سرکای خود حفاظت کنن. بخیر استاد وطن ما جور شده. خدا مهربان است. اینا چه که مزه میته که سرک کلان شده، مردم زیاد است، ترافیک موتر زیاد است، کم میشه، مردم سهولت پیدا میشه. زنده باشی آجی صاحب. تشکر از نظر نیک. زنده باشی، خیر ببینی. خدا یاره. تشکر. وطندارای از مهربان ما، ماشاءالله آبادی وطن پیشرفت چشمگیر داره در هر نکته، در هر ساحه و نظریات هموطنای ما واقعا قابل قدر از زمانی که ما میشنویم همگی رضایتمندی دارن، خوشحال هستن از اینکه وطن بعد از سالیان سال پیشرفت داره، آبادی داره، واقعا جای خوشبختی و خوشحالی است. انشالله که گزارشات ما همچنان مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره. هر گفتنی و صحبت قشنگی که دارین میتونین در کامنت با ما شریک بسازین عزیزان و گزارش امروز خود همینجا به پایان میرسانیم که از قسمت پل آرتل آغاز میشه الا ده مزنگ شهر کابل ختم میشه و یک پروژه است که واقعا ماشاءالله سهولت بسیار زیاد را ایجاد میکنه و از گیر و باری که هم ازدحام ترافیکی بود هم مشکلات بسیار زیاد بود انشالله بعد از این مشکلات ختم میشه ایزان و قسمی که شما هم در تصویر دیدین باز هم اشاره میکنیم به این مسئله که کندنکاری کوه باقی مانده و ماشاءالله کار از این سرک هم رو به اتمام است. گزارشگر شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت میسپارم. لایک سابسکرایب چینل خودتان فراموش نکنین. منتظر گزارشات جدید و نو ما از چینل میهن من باشید.